خدمت همکاران عزیز و خانم دکتر رضاییانی محترم. با کسب اجازه ما امروز میخوایم در مورد پیچ اباتمنت صحبت کنیم. کامپلیکیشن سخت پیچ اباتمنت برای ما اسکرو فرکچره، ولی در ابتدا در مورد خصوصیات پیچ صحبت میکنیم، اینکه چه کارهایی بکنیم که کامپلیکیشن ها اتفاق نیفتن و اگر کامپلیکیشن های پیچ اتفاق افتادن مثل اسکرو لوزنینگ یا اسکرو فرکچر چطوری با اونا مقابله کنیم و چطوری درمانشون بکنیم. همونطور که میدونید توی زنجیره ایمپلنت ما اجزای مختلفی وجود دارن، از جمله فیکسچر، پیچ اباتمنت و کرونی که میذاریم. توی این زنجیره ضعیف‌ترین جزء ما همون پیچ اباتمنتمون هست. به خاطر همین اگر لود بیش از حدی وارد بشه به کرون ما میتونه باعث آسیب دیدن پیچ اباتمنت ما بشه که در ادامه میتونه باعث لوز شدن یا شکستن پیچ اباتمنتمون بشه. اسکرو فرکچر یکی از کامپلیکیشن های پیچیده‌ای هست که توی حیطه دندونپزشکی اتفاق میفته و به نوعی شاید بشه گفت پیچیده ترین کامپلیکیشن پروتزی هست که میتونه اتفاق بیفته. پس اینجا هم مثل خیلی از جاهای دیگه پیشگیری بهتره تا اینکه بخوایم درمان کنیم. از دلایل اصلی که میتونن باعث ایجاد اسکرو فرکچر بشن، از شایع‌تریناشون میتونیم به اسکرو لوزنینگ اشاره بکنیم. وقتی که پیچ اباتمنت ما شل میشه باید هر چه زودتر برای سفت کردن اون پیچ اقدام کنیم، چون اسکرو لوزنینگ اگر همونطوری باقی بمونه میتونه به اسکرو فرکچر تبدیل بشه و یه کامپلیکیشن پیچیده تری رو برای ما ایجاد بکنه. از دلایل دیگه ایجاد اسکرو فرکچر لودهای بیش از حد اوکلوزالی هستن که جلوتر در موردش صحبت میکنیم و این به ما نشون میده که ما باید اجاس اوکلوزالیمون کامل و درست باشه که لود بیش از حد روی کرون ایمپلنتمون وارد نشه. نیروهای آف اکسیس هم میتونن باعث ایجاد اسکرو فرکچر بشن، مثل زمانی که ما ایمپلنتمون با زاویه درست قرار داده نشده و ما مجبوریم برای ریستور کردن ایمپلنتمون از اباتمنت های زاویه دار استفاده بکنیم. توی مقالات نشون داده شده که وقتی که ما از اباتمنت های با زاویه بیشتر از 15 درجه استفاده میکنیم، احتمال وقوع اسکرو فرکچر تا 2 برابر افزایش پیدا میکنه. پس مهمه که در حین جراحی فیکسچر ما در موقعیت درست و زاویه درست قرار بگیره. زاویه ایدئال برای ما برای فیکسچرمون اینه که در مقابل کاسپ فانکشنال دندون فک مقابل قرار بگیره. میسفیت یکی دیگه از دلایلی هست که میتونه باعث ایجاد اسکرو فرکچر بشه. وقتی که در ناحیه کانکشن اباتمنت ما فیتنس مناسبی نداره و میتونه اونجا میکرو موومنت هایی داشته باشه، این میکرو موومنت ها به مرور زمان باعث از دست رفتن پریلود، ایجاد اسکرو لوزنینگ و یا حتی ایجاد اسکرو فرکچر میتونن بشن. پس بهتره که از اباتمنت های با دقت بالا استفاده بشه، اباتمنت های شرکتی استفاده بکنیم و از پلاستیک پترن هایی که میتونن کستبل باشن و کست میشن ترجیحاً استفاده نشه. عامل دیگه ای که روی میزان بروز اسکرو فرکچر تاثیر میذاره